درود به همگی. روزتان بخیر باشد دوستان عزیز. اینجا یکی از جنگل های پراگ است. برادر نرگیز برادر خواهر نمیدونم، نسبتون الیف گذاشته شده است. برادر مرتضی هیچ جا کمی در جنگل قدم میزنیم، چون طبری شما میدونید جمهوری چک هم مثل اکثر دیگر کشورهای آلوده با ویروس کووید 19 کرانتین داشت و گشت و گذار محدود بود. ولی درست میگوید برادر سر خسور، واقعا هم در این دنیا کسی باقی نمیماند، اما هر نفری که میرود زخمی رو باقی میگذارد در دل، خاطرات باقی میگذارد در یادها. بله برادر منوچهر، واقعا وقتی هر خبری در گذشت نفری رو میفهمید زیق میشوید و خواه نخواه یاد میکنید اون زمانی رو که گاهی صحبت داشتید با اون کس، غمش رو میدونستید، مشکلاتش رو میدونستید. برادر شرف، متاسفانه ما امکانی ثبت جنازه کرامت شریف رو نداشتیم، زیرا طوری میدونیم در تاجیکستان هم امروز ویروس کووید 19 هست و یک کمی شماره کارمندان ما محدود است و برای همین هم ثبت نوارها کمتر است. امکان نداشتیم که ثبت کنیم. به هر حال ما از کاربرانمون خواهش کردیم هر نفری که از لحظه جنازه اگر نواری داشته باشد برای ما بفرستند. خواهر نرگیز زیق میتفتم، بله، چون واقعا زیق بودم. خبری در گذشت رودمردان وطن نمیتواند به اثر بماند بر روحیه انسان. برادر مهدی، سلامتی من خوب است، شکر خدا، شکایت ندارم فعلا. زیقی من اساساً به همین خاطر بود. برادر سفرعلی، در یکی از جنگل های پراگ هستیم. طوری میبینیم معمولا اینجا سیرودم است، ولی بنابر محدود بودن گشت و گذار، هرچند یک کمی علاقه دیگر سبکتر شده است و کرانتین اینجا سبکتر می شود، ولی به هر حال بازم آدم کمتر است. برادر نیکیتا، گریه‌تان از چی آمد؟ از درگذشت نفرانی که واقعا ما میشناختیم و نفرانی که برای ملت خدمت میکردند. واقعا هم جای گریه است، جای تاسف است که چنین نفران ما رو ترک میکنند، جایشان تا ابد خالی میماند. اما به هر حال کاری که تو امروز کرده بودند، نقشی که در روزگاری شاید ده ها و صدها نفر گذاشتند، اینها در خاطر میمانند. مهم آن که بعد رفتنشان نام خود را باقی میگذارند. درود سمیه عزیز. در مسئله کشوده شدن رو هرچند زیاد شما از ما میپرسید دوستان عزیز، باید بگم که هنوز هیچ خبری در این باره نیست. و چرا نیست؟ چون که طوری میبینید در همه جا این ویروس هست، کرونا ویروس، و دولت ها همه مرزهایشان رو بستند و اگر مثلا یک کشوری میخواهد شهروندانش رو برگرداند، یک کشور دیگر هم باید حاضر باشد که با اومدن و رفتن هواپیما رضایت بدهد. برای همین فعلا کمی مشکل است و فعلا هیچ خبری درباره نقشه مقامات تاجیک شاید برای برگرداندن اونهایی که درماندگی هستند نیست، ولی امید میبندیم که
این مشکل هم رفع می شد. ولی من چی میخواستم برای شما بگم دوستان در این شب روز، اونهایی که من میفهمم مشکل است در روسیه، میخواید هر چیز زودتر به وطن برگردید، اما بهترین کاری که حالا میتوانید بکنید در آنجایی که هستید در همون جا بهتر است یک کمی صبر داشته باشید، زیرا وضعیت طوری میبینید چندان خوب نیست و طوری میدانیم روزهای نزدیک از هفته آینده الکی کار در روسیه هم شروع می شود در ساختمان ها و خدا خواهد نفرانی که بیکار بوده طولی بیشتر از یک ماه صاحب جای کار می شود و حداقل می توانید نان خود را پیدا کنید و حداقل می توانید به عزیزانتون که در تاجیکستان هستند برای اونها در این لحظه های مشکل کمک. بله برادر محمد شو نزدیکان کرامت شریف گفتند که در فیض آباد الکی اون کس را دفن کردند. برادر دولتشو گرگ کو ندیدم تو امروز، اما جانوران دیگر زیاد هستند و سگایشون هم زیاد هستند با صاحبونشون، بیشتر از همین سگ ها میترسیم نظر به گرگ ها. وابسته به پتنت برادر سامی جان باید به سمی اونهایی که این سوال رو دارن برسونم. شما باید از آخرهای ماه می و الکی تا 14-15 ایون پولی پتنت رو سپریده باشید و الکی 16 ایون شما باید پتنتی داشته باشید در دستتون که پولش سپریده باشد، چون که الکی اگر 16 ایون شما رو منع کردند و شما پولی پتنتتون سپریده نباشد، شما رو میتوانند اخراج کنند و باز دردسر زیادتی برای شما بیافرند. برای همین حالا فرصت که هست شما از همین آخرهای ماه می و تا 13-12 ایون تلاش کنید که پول پتنت رو سپرید. پراگا این در اروپا است، جمهوری چک است پایتختش. برادر سفرعلی سوال رو دادید. برادر خوجیک غمگین، واقعا هم جای غمگینی بود امروز، واقعا هم جای غمگینی بود، جای تاسف بود که عزیزانمون را از دست میدیم. باز در حالی که کمک نفرانی که امروز ما رو ترک کردند به شما مهاجران عزیز رسیده بود، از این خاطر خب امید میبندیم، بازم شکر میکنیم نفرانی هستند که در این شب و روز در روسیه دستی مهاجران رو میگیرند، به مثل عزت همون، به مثل کریم جان یاروف و دیگر بچه های جوان که جان خود را در خطر میگذارند، کمک میرسانند، کمک های خیریه میرسانند. رومین واقعا خبر غیر انتظار بود در گذشت کرامت شریپوف، در حالی که تابری اگر هم دیده باشید گفتیم که دیروز با همکاری ما صحبت داشت و میخواست امروز یک اکسی تشکیل کند و چند ساعت تو برگزاری این اکسی قلبش طاقت نکرد. سیاوش نو صرف خوب سپریده باشید، اگر الکی دیگر کاری کردن نمی شود و دیگر اون به ماه اپریل حساب می شود پولی پتنتی که سپریده بودید. من با نقاب هستم دوستان، چون اینجا هنوز به نقاب کشتن اجازت نیست. اونایی که برادر خواهش کردید من خودم رو نشون بدیم. فکرم هر روز ما رو زیاد میبینید، از دیدن من هم چرا برادر سعین جون واتساپی رادیو برای قبول ویدیوها هست اساسا و وقتی که شما نوار میفرستید و ما میبینیم که نواری فرستاده شما قابل استفاده است، ما به مؤلف این نوار زنگ میزنیم یا اینکه مینویسیم و تفصیلاتش رو میپرسیم. بله برادر محمد شو عزت همونم به بیماری کووید 19 گرفتار بودند و
ҳоло вазъашон яккаме беҳтар шудааст ва дуо мекунем ки ҳарчи зуд шифо ёбанд ва дар хизмати шумо муҷирони азиз қарор бигиранд. бародар Сомеҷон, фарқ надорад ки то чандум бошад. Масалан, агар аллакай маҳдудият аз рӯзи 16 июн бардошта мешавад ва ин маънои онро дорад ки шумо бояд масалан барои нимаи моҳи июн ва баъд ба моҳи июл, август аллакай пули патенти шумо супорида шуда бошад. бошад бародар Носир, худо дуои шуморо ба даргоҳаш қабул кунад. сари ағба савол додед ки Каромат Шарипов аз чӣ касал гузашт. Пайвандонаш мегӯянд ки бемории дил дошт ва чанд вақти охир дилаш зиёд азият медод ва аз бемории дил даргузашт. бародар Меҳрон савол додед ки рост аст ки агар пули патентро насупоридед баъди 15 июн 2 моҳаша месупорӣ. ман рости саволатонро хуб нафаҳмидам, лекин аз рӯи қароре ки президенти Русия қабул кардагӣ ҳаст, пули патент аз 15 июн аз 16 июн он тараф ҳисоб мешавад. Аз 15 март то 15 июн ҳисоб намекунанд. бародар ё хоҳар Ҷаҷа, шумо менависед ки ҳамин рӯз якум бор ғамгин шудани маро дидед. бародар, ман зиёд ғамгин мешавам ва воқеан имрӯз барои ман суҳбат кардан хеле мушкил буд. нигоҳ доштани ашки чашмон мушкил буд. аммо ба ҳар сурат ман як каме ба эҳсосотам дода шудам. шояд барои ҳамин шумо низ ҳис кардед ки ман овозам дигар аст, чеҳраам дигар аст. бародар Мурод, шумо мепурсед ки дар Тоҷикистон аз ҳисоби мардум чанд нафар гузашт. агар бемории коронавирусро дар назар дошта бошед, тибқи омори расмӣ 14 нафар гуфта мешавад. ва баъзеҳо аз шумо моро муттаҳам мекунед ба он ки мо дурӯғ мегӯем, нафарони зиёд дар гузашанд, вале мо оморро кам нишон медиҳем. аммо як чизро бифаҳмед, дӯстони азиз, мо хабарнигор ҳастем ва мо қонунӣ фаъолият мекунем ва дар доираи қонун ҳар оморе ки мақомот расман эълон мекунад, мо ҳамон оморро гуфта метавонем ва мо гуфта наметавонем ки масалан мо фикр мекунем ки ин қадар рақам аст, мо фикр овозаё ҳаст ки ин қадар рақам аст. зеро агар мо чунин бигӯем, ин масалан як нави ҷиноят ҳисоб мешавад, зеро мо барои шумо иттилои нодурустро мерасонем ва барои ҳамин мо ҳар рақаме ки расман эълон мекунад, мо ҳамин рақамро барои шумо гуфта метавонем, на бештар аз он ва на камтар аз он. бародар Ясин, ман дар ҷумҳурии Чех дар шаҳри Прага зиндагӣ мекунам. бародар Хуҷик, шумо мепурсед ки барои чӣ канали радиои Озодӣ радиои тиҷоратӣ нест. мо ҳаққи пахши рекламаро надорем ва онҳое ки гумон мекунед ки мо аз наворҳои шумо кор мекунем, ин фикри хато аст. мо аз YouTube ягон дирҳам кор намекунем. ҳар коре ки мо мекунем танҳо ба хотири он аст ки шумо аз хабарҳо огоҳ бошед. шумо низ саломат бошед. хуб, бародар Насимҷон, шумо мепурсед ки дар Аврупо омада метавонед кор кардан. хуб, бисупоред барои раводид, кӯшиш кунед. агар толиятон баландӣ кард, чаро не? ҳоло тоҷикони мо зиёданд дар Аврупо, тоҷиконе ки мутахассис ҳастанд ва шукри худо кам ҳам нестанд, соҳиби нони ҷаҳон ҳастанд ба қавли дарё. Каромат ҳафта буд.
بله، جای زیبا است، جای استراحت ها. اینجا مردم میبیان گشت گذار می با فرزنداشون میدوند. تا یک اندازه شما درست میگوید که از زیقی به جنگل رفتن با طبیعت بودن در این لحظه ها فکر میکنم خوب است. بله، بهرالله برادر، مقامات میگن که تعدادی از آنهایی که بیماری کرونا ویروس داشتند شفا یافتند و از بیمارخانه ها الکی رخصت شدند. زنده باشید برادر کارول. شما را نیز خداوند همیشه در پناهش نگهبان باشد. برادر اسامه، تاجیکستان هنوز هر وقت خدا خواسته باشد اون وقت می رویم. برادر انیس، شما میپرسید که ماه مارت و اپریل پول پاتنت رو سپردید چی می شود؟ متاسفانه یگان قرار مشخص در رابطه با آنهایی که علاقه پول پاتنت رو سپرده بودن نیست و معلوم نیست که اون پول پاتنت رو میگذرانند به ماهای دیگر یا نه. با فکر میکنم هیچ تصمیمی هم گرفته نمی شود. ما می چسبد می نویسید بسیاری از شما. دیگر وضعیت و صدای ما رو نمیشنوید؟ حالا خوب است. شاید در جنگل. اینجا فکر میکنم موج خوب نبود برای این صدای من هم گوش. خوجی برادر شما میپرسید که از چه سبب سوی رادیو در چه خانه در تاجیکستان. در تاجیکستان ما دفتر کاری داریم، آفیس داریم و در اینجا کارمندان ما هم ولی میتونید گزارش‌های آنها برای ما به جمهوری چک میفرستند و ما از این خب پیدا شده باشه دوازده.
من کوشش میکنم که بگم شد. خوب است. اگر خوب باشد همینجا میستم. سوز شما خوب شنیده شود. و هر سوال دارد دوستان میتونه بپرسید. در چند دقیقه دیگر من کوشش میکنم به سوال شما پاسخ بدیم. از روی امکانیت البته. برادر ولی جان استودم. 5 لایف شما میپرسید برای چی رادیو آزادی مانیتیزاسیون ندارد؟ برای آنکه رادیو آزادی رادیو تجارتی نیست، رادیو اطلاعاتی است. و ما طوری در بالاتر هم گفتم از کانال یوتیوب یک تین کار نمیکنیم. برای اونهایی که میگن ما پولی زیاد کار میکنیم از یوتیوب. یوتیوب تنها برای رسانیدن خبرها برای شما است عزیزان. و آنی که شما ما رو هر سحر هر نصف روزی تماشا میکنید، هر روز تماشا میکنید، بهترین تحفه برای ما همین است. برادر رحمان من در اینجا هیچ چیز نمیکنم، بلکه کمی هوای تازه خوری بر اومدیم با اهل اویلا. پخان زونه نمی جنبم. در جای میستادم. برادر خوجک شما چی سوال دادید که سوالتون نشنیدید؟ نه برادر سومی جان میدونید اینجا پروپوسک نبود در پراگا به فرق از روسیه. در اینجا پروپوسک نبود. اینجا خیلی مردم با نظام هستند و خودشون وقتی گفتن که کارانتین است دیگر کوشش کردن که گوشه نشینی کنند. برای همین اینجا پروپوسک لازم نبود، ولی هر نفری که بی نقاب میگشت و بی نقاب میگردد جریمه میشود $800. بله برادر محمد شد، چون همیشه روز دوشنبه باز اگر صحت و سلامت بودیم بازم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. برادر عزیز جان در مسئله روح من بالاترم صحبت کردم، هنوز هیچ خبری در این رابطه نیست. هر وقتی که راه ها را باز کردند، هر وقتی که راه وقت باز می شود، وقتی مشکلات کووید 19 حل شد، وقتی بیمارشوی کم شد و یا نیست شد بگیم، اون وقت کشورها مرزهایشان را باز میکنند و اون وقت اجازت هست که پروازها صورت بگیرند. میندارم برادر انیس هر یکیشمون رو نیز خداوند در پناهش نگاه دارد. برادر سهراب رستم اپا سوال با جواب ته سوال شما ندیدم متاسفانه. اگر یک بار دیگر میپرسیده. برادر خوجیک پس شما جواب ما رو نشنیدید. من گفتم که شما میپرسید که برای چی استودیو رادیو آزادی در چیخ نه در تاجیکستان. ما در تاجیکستان آفیس داریم، یعنی دفتر کاری داریم، در اونجا خبرنگاران ما فعالیت میکنه. تنها اینکه رادیو آزادی دفتر کاری اساسیش که بخشای مختلف دنیا کار میکنن در جمهوری چیخی است، وگرنه ما در تاجیکستان دفتر کاری داریم. در سفرعلی نه من ماشین ندارم، من از ماشین راندن راستی میترسم. خب شاید خوبم کردید برادر ولی جون که پول پتنت رو سپوریدید. طبری مشاهده ها نشون میدهد هرچند قراری پرزیدنت روسیه هست که میگه پول رو تا 15 میلیون برید، اما باز هم نوارهایی که از شما دریافت میکنیم برعکس حال رو نشون میدهد. باز هم از مهاجران پتنت طلب میکنن، متاسفانه حالت جای دارند. برادر ولی می ندارم از شما هم زنده و سلامت باشید همیشه. برادر سهرابی رستم من سوالتان رو ندیدم متاسفانه. من 3 فرزند دارم، 3 پسر دارم. بابی برادر شما از من. بله برادر رحمان من با اهل اویلام در پراگ هستم. کرانتین برادر عمر تو 31 مای در روسیه باید ادامه کند. خب بازم میبینیم که مقامات اون کشور چی تصمیم میگیرن که کرانتین ادامه مییابد یا اینکه دیگر بعد از 31 مای کرانتین رو میبردارن. نه گلم درد نمیکند.
زیق شدم برای کمی آوازم گرفته است. برادر سعیدов میگوید که اولی چینی گپ زنم ادبی گپ نزنم، اما دیگر همین طور که گپ میزنیم همین طور گپ میزنم. برادر مونیس میپرسید که چرا راهها را سر نمیتیند؟ برای آنکه در همه کشورها ویروس کووید 19 است. ویروسی متاسفانه انسان کش، بسیار ویروسی خطرناک است دوستان عزیز. و یگانه مشورت من برای شما عزیزان این است که بله، به تهلکه دادن نشوید. بهترین کاری که شما برای خود و سلامتی خود و نزدیکان خود کردن میتوانید در این شب روز خود را احتیاط کنید و کوشش کنید که در جاهایی که پر آدم است، سیر ازدحام است، در اونجاها نگردید. همیشه در رویتان نقاب داشته باشید. کوشش کنید، زیاد در این باره برای شما گفتند، کوشش کنید دستایتان را زیادتر وقت بیشتر وقتی که از کوچه به خانه می روید. برادر سهراب بازم روی کردم، شما میگید من ندیدم شما برای من چی اگه من رو میلیسته برای پرپسکه. خب برادر سهراب، بازم میگم که طبق قراری ولادیمیر پوتین تا 15 ایون هیچ مقامات ملیسا حق ندارد که شما رو منع کند و شما رو جریمه بندد تا 15 ایون. خب دیگر راستی حیران میماند آدم که چی مشورت دهد در این گونه حالت، وقتی قانون یک چیز میگوید، وقتی قرار پرزیدنت یک چیز میگوید و وقتی در عمل شما رو منع میکنند و از شما پول میپرسند. برادر مهردین، نه متاسفانه در باره مرزها و یا به قبل شما گرانیتسه ها هیچ خبری نیست. کم شما نوشتید که بسیار گریه کردم. بله، راستش رو میگویم زیاد گریه کردم و حالا نیز گلویم گرفته است. برادر حسن میپرسید که تاجیکستان آمدنی هستم میونیم هر وقت دو خواسته باشد همه وقت میبینم. خب اساس جان، شما می نویسید که روزی موتم اعلان کنند در تاجیکستان. این دیگر به دستی حکومت است، به دستی مقامات است که اعلان میکنند یا نه. برادر صالح قلندرов، خیلی خرسندم که شما رو میشنوید و میگوید که این سرود رو که من در کانال داشتم شما خیلی از این شد و اگر بازم یگان سرود های داشته باشید برای من بفرستید. البته در آزادی ویدیو گذاشته نمیتونیم ولی من در صفحه خودم در همین جا میگذارم. برادر حسن تشکر برای دعوت، میرویم خودتون نصیب کرده باشد. برادر سفرعلی، میخوانم هرچند باید نماز خواندن یا نخواندن این یک چیزی مثلا در بین خود انسان و در بین او در بین خداوند باشد، ولی خب چون سوال رو دادید بله میخوانم. برادر سوال فهمیدم که من سوال شما رو ندیدم. درود نادیجده برای شما. من نیز از غریبی به شما سلام میفرستم. اگر بیماری کرونا ویروس رو میپرسید که همین درست است، بله درست است که خطرناک است، درست است که این ویروس رو نباید ما نادیده بگیریم و درست است که ما باید هر قدری که جان خودمو حالا دینی نوچ، بله من در بالا هم گفتم من از مرگ نفرانی که برای ملت و وطن خدمت کردن صرف نظر از آن وقتی هر خبری رو میفهمید که نفر فوتیده است واقعا آدم زیق می شود. خب برادر عزیز جان، من تنها میتوانم
شما پرسیدید که وضعیت چه خیلی است در مسئله کرونا. من تنها میتوانم با شما با آماری صحبت کنم که وزارت تندرستی تاجیکستان رسما اعلان کرده است و طبق آماری که دیروز داده بودند 522 کس گرفتاری ویروس کرونا شده است، 12 نفر فوت دیدند و 400 نفر دیگر از بیمارستان رخصت شده اند. برادر سهراب رستم، شما را نیز خداوند نگهبان باشد. خب برادر، اساس من برای خودم روز غم طوری میبینید الکه اعلان کردم و چونین گویم تلفات الکه تاثیر خودش را به روان من گذاشت. درود برادر حکیم، شما از سنت پترزبورگ برای من درود میفرستید، من از پراگ به شما درود میفرستم. خب من روزی ماتم اعلان کردن دیگر به دست ما که نیست برادر. خب زنده باشید برادر سفرعلی. من کوشش میکنم تا قدر امکان به سوالای هر یک شما پاسخ بدم. من که آخرین بار از وطن آمدم برادر رحیم سوال دادید شما. من آخرین بار رسو 4 سال پیش ماه ایون رسو 4 سال می شود که من در وطن نبودم. بله برادر عزیز جان، همین گونه آمارها هست که از بیمارخانه رخصت شده است همین قدر آدم. برادر مشرب قاسیموف میپرسید که من از کجای تاجیکستانم. من زاده شهر دوشنبه هستم. نادیژدا ریسالова، من حالا در پراگ هستم در جمهوری چک، از آنجایی که هر روز با شما صحبت میکنم. ولی جان تیوی شما میپرسید درباره اون که کرامت شریفوف بیمار بودند یا نه. نزدیکانش میگن که بیماری دل داشت و بیماری دل عذابش میداد. برادر دولتچو شما میپرسید که همشهر شما دکتر غرمی چی شد. خب ما خبرش رو دادیم که این طبیب خود رو با آن دوایی که برای شش بوزها پیش بینی شده است تبابت کرده است و باز چند نفر از بیماران رو نیز تبابت کرده است. خب دیگر همین قدر است. ما اون داروی این طبیب رو طوری بیشتر شما از ما میخواهید که ما اون دارو برای شما نامش رو بگیم. ما این کار رو کردن نمیتوانیم چون که حق نداریم، چون که این دارو و اون تفسیری که این طبیب میدهد از طرف وزارت تندرستی اعتراف نشده است حال و ما این حق رو نداریم. هیروف نه، من ولسپید بازی نبر اومدم. من ولسپید راندن دوچرخه راندن نمیتوانم. می ندارم برادر رحیم رحیموف. من هم همیشه در حق شما از آن دعا میکنم که هر جای دنیا که هستید خداوند نگهبانتون باشد. نه برادر تویر، من از دویم سویتسکی نیستم. بار تیجه شما میپرسید که چند روز کرانتین دادن در تاجیکستان. در تاجیکستان تا حال کرانتین اعلان نشده است و تنها اینکه بازارها رو محکم کردند و مغازه ها و مکتب ها محدود شده است، تعطیل گرفتند و از 16 آگوست درسشون شروع می شود. دیگر کرانتین رسما اعلان شدگی نیست. هر نفری که میتواند بگذار خودش رو در خانه احتیاط کند و کوشش کند که خودش گوشه‌نشینی رو اختیار کند. بله برادر میشه، من نیز مثل شما غریب هستم در غریبی. نه برادر، حمیدوف نام این دارو نیتوکس نیست و من بار دیگر میگویم که حقی گفتنی نام دارو را ندارم متاسفانه. برادر ایرج قیاموف، شما نیز خوشبخت باشید همیشه. خداوند نگهبانتون باشد. اینجا جنگلی پراگ است، یکی از جنگل های زیادی پراگ است. اینجا جنگل خیلی زیاد است.
زنده باشید برادر سهراب رستم. من واقعا هم افتخار دارم که شما برادران و خواهران به ما اعتماد دارید. من نیز واقعا هر یکی شما رو احترام قبولم قائلم حضور و هر یکی شما برای ما عزیز هستید. برادر سعید محمد، خیلی میخواستم بگم که فردا مرز حک شده می شود یا اینکه هفته دیگر یا اینکه ماه دیگر، اما متاسفانه من نمیدونم، هیچ کس هم حالا برای شما گفتن نمیتواند که کی مرز و یا گرانیتسا شده می شود، چون که ما هنوز نمیدونیم که این بیماری کووید 19 کی دامن کشورها رو رها میکند. برادر شهرستان سیتی، خدا به شکر خوب هستم. دعا میکنم که شما نیز خوب باشید، سلامت باشید، خانواده شما نیز خوب باشد. بوریتیجه امسال خانه میرفته باشید یا نه؟ واقعا سوال حالا دیگر منتظر آن میمانیم که کی این کسلی کم می شود. هر وقتی که بیماری کم شد اون وقت فکر میکنم دیگر مرزها باز می شوند، اما فعلا چنین خبرها نیست درباره باز شدن. یعنی به طور میبینیم در روسیه نیز کم نمی شود این بیماری، روز از روز در یک روز قریب 10,000 11,000 گرفتار می شوند به این بیماری. برای همین باید کمتر صبر کنیم ببینیم وضعیت چگونه می شود. تشکر برادر عزیز جان برای حرفای خوب. من نیز همین گونه تمنیت رو برای شما دارم. برادر شهرت تو شما رو واقعا خبری تکان دهنده بود و خود من نیز هیچ انتظار نداشتم. نفری که پر انرژی بودند کرامت شریف، نفری که مبارز بود و حق تلاش بود و میخواست تا با آخر مثلا عدالت تنتنه کند، صبح بر وقت ما خبری در گذشته او رو میشنویم. خب دیگر از دست ما کاری بجز از دعا کردن و کاری بجز از یاد کردن آن کس نمی آید. برادر مهران، من سوال شما رو ندیدم، اگر بار دیگر تکرار میکردید. برادر رحیم، خوشحال شدید از این که من برای شما افیر کردم. خب تلاش میکنم، وعده نمیدم اما تلاش میکنم که سر هر چند وقت کوشش میکنم به سوالهای شما پاسخ بدیم اگر لازم دونید. برادر امید تشکر برای دعوت. خدا خواسته باشد شاید یگان وقت با اوکراین سفر میکنیم. برادر ایزد، ما ریشی کپور از همین ویروس مرده باشد یا نه دقیقا نمیدونم راستی کپ که از چی فهمیده است، ولی فهمیده است. خب بفرستید برادر شهرت اون نوار رو میبینیم که چی نوار است. خب دیگر خب مهمه هم در آمد و شما علاقه اون نفرانی که پول پاتنت رو نسپرده بودید باید از 20 اون طرف دیگر در فکر سپریدن پول پاتنت باشید برادران عزیز، چون که باز بعد 15 میلیون برای شما دردی سر ایجاد نکنند. زنده باشید برادر علیم. کوشش‌های ما برای شماست و ما هم تلاش میکنیم که سر وقت برای شما خبرها رو رسانیم. برادر مهران، خیلی کشورهای کم است که این بیماری رو ندارند، خیلی کشورهای کم. اکثریت جهان از این ویروس ضرر دیدند و ضرر دیده ایستادند، نفران زیاد رو از دست دادند. خب خدا امیدواریم که در تاجیکستان بدون تلفات زیاد این بیماری رفع می شود. به هر صورت دعا میکنیم. زنده باشید دوستان عزیز. میندارم از که شما و خیلی خوشحالم که در این روز با شما صحبت داشتم.
تا قدر امکان کوشش کردم به سوالهای شما پاسخ بدیم. نه برادر سعید، فردا در کار نیستیم و خدا خواسته باشد اگر زنده و سلامت باشیم روز دوشنبه باز با خبرهای تازه در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم و امیدواریم شما رو صحت و سلامت میبینیم. و بیشتر شما اونایی که در روسیه هستید و قبلا در ساختمان کار میکردید، فکر میکنم الکی از روز 12 شما امکان کار برآمدن رو خواهید داشت و در کار خواهید بود. این یکی از پسران من است. نفرانی که میپرسیدن که من فرزندانم رو نشان بدم. زنده باشید برادر امید. خب حالا در اینجا باران سر کرد الکی و هرچند هوا گرم است ولی برای شما دوچرخه سوار درود فرستاد. خب تشکر به همه اونهایی که این دقیقه ها با من بودید. تشکر به همه شما و زنده و سلامت باشید تا دیدار نوبتی، تا ملاقات نوبتی. خداوند هر یک شما رو در پناهش نگاه داره دوستان. خداحافظ.